بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها تیلا یکان ای بچه ها شیری نکانی به بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها گل غنچه ها ای کودک ها شیری نکن خندان کن گل غنچه ها ای کودک ها شیری نکن خندان کن بهری شما آورده یک گل زیبایی دوستان بهری شما آورده یک گل زیبایی دوستان یک گل زیبایی دوستان یک گل زیبایی سلام بچه های خوب. سلام. کارت خوب نبود دادر جان. خودخواهی، بخیلی عاقبتش خوب نیست. یا تو هم عضو گروه 99 کدام عضو گروه 99؟ شما قصه عضو گروه 99 نمیدونید؟ نه نمیدونم. میخواد قصه کنم؟ میشینید؟ بچه ها میشینید؟ باز چه میگیرید؟ میشینید؟ شد می؟ گوش کنید. خب یک پادشاه بود. این پادشاه همه چیز داشت. یگانه مشکل این پادشاه این بود که دلش آرام نبود، از خودش راضی نبود، هیچ وقت خرسند نبود. یگانه چیزی که نداشت این خرسندی بود، یگانه چیزی که نداشت این لبخند بود. دیگه همه چیزش بود. هر روز از قصر برآمد، قدم میزد، صدای سرودخوانی یک آشپزش میاد. بعد در آمد داخل آشپزخانه، دید آشپز اینقدر خرسند سرود میخواند، رقص میکند، شادی میکند. گفت این خوشحال است این آشپز. رفت از آشپز پرسید، گفت چقدر خرسندی تو؟ میخوام دلیلش فهمم از تو، سببش فهمم. بعد گفت این آشپز گفت بله شاه، من خیلی خوشحالم چون سلامتیم هست، خوردنیم هست برای امروز، پوشاکم هست، لباسم هست، خانم هست. باز چی دیگه برای انسان؟ من خیلی خوشبختم شاهم. گفت همین جمله آشپز شاه فقط فکر میکرد. پادشاه رفت داخل قصرش، وزیرش دعوت کرد. گفت همه آشپزی که هست داخل قصر ما از من خوشبخت‌تر. من که پادشاه، من تا این اندازه خوشبخت نه، من دلم آرام نه، من راضی نه از خودم. اما همین آشپز از خودش راضی، همین آشپز از من دیده خوشبخته. من میخوام همین فهمم سببش، دلیلش. بعد میدونید وزیر چی گفت؟ وزیر گفت پادشاه هم این آشپز شما هنوز عضو گروه 99 نشده، یعنی هنوز عضو گروه 99 نشده است. بعد پادشاه مثل شما سوال کرد، گفت این گروه 99 با چه خیل گروه؟ وزیر گفت اگر اعلی حضرت خواهند که گروه 99 بدانند باید یک کار کنم. پادشاه گفت خب من چی کار کنم؟ گفت 99 تنگه طلای میگیرید شاهم، داخل یک خلطه می اندازید، بعد میگذارید پشت دروازه آشپز. پادشاه راضی شد، گفت من این کارو میکنم. دعوت کرد خدمتگارش، امر داد خدمتگار برای من 99 تنگه طلا بیار. وقتی که این امر کرد، خدمتگار رفت 99 دانه تنگه جمع کرد، آورد پیش شاه. گفت شاه مرحمت گیرید، من آوردم 99 تنگه طلا. وقتی که تنگه طلا شاه دید، گفت نه، اینه بر پشت خانه آشپز گذار.
وقتی که این امر کرد خادمش خدمتگار پادشاه همین امر پادشاه اجرا کرد. رفت تنگه طلا گرفت، 99 دانه بود، پشت دروازه آشپز ماند. بعد سحر شد، آشپز از خانه برآمد. وقتی دروازه گشود دید یک خلطه پشت خانهش ایستادگی، گرفت گشود دید تنگه طلا، سخت خرسند شد، خالی کرد و شروع کرد به شمردن. 99 تنگه طلا بود همونجا. وقتی دید 99 تا فکر کرد که نه من خطا شمردم. بار دوم شمرید، باز هم 99 دانه بود. با خودش شبهه کرد، گفت نه، گفت این باید حتما 100 تا باشد، شاید یک تاش افتیدگی. خیست کافت یک تنگه طلا، تنگه 100. باز هم نیافت. همون شب خوابش نبود، تنگه 100 دربارش فکر میکرد. میگفت چه خیلی 99 تا این. بعد برای خودش وعده کرد که شروع از فردا پگاه من سخت‌تر کار میکنم، دوچند کار میکنم، همین 99 تنگه طلای 100 تا میکنم. 99 تنگه طلایی که مفت یافتگی بود، بکار با یافتگی بود، پولی به درد میان بود، لیکن راضی نبود از خودش، میخواست 100 تا شود. تمام روز کار کرد، سخت کار کرد، خسته شد. بگاه خانش آمد، خوابش برد. وقتی سحر شد و بیدار شد دید که به وقت شدگی. بعد همسرش جنگ کرد، گفت برای چی بر وقت بیدار نکردی تو منه؟ من باید کار به وقت میرفتم امروز، تو اینکه زیادتر کار کنم و همون سرمایه من همون تنگه که 99 تا بود 100 تا کنم. از همین لحظه آرامش از بین رفت در همین آشپز. همه آشپزی که پیشتر سرود میخواند، رقص میکرد، لبخند همه وقت بود لبشنده، همه چیز گم شد. دیگه آشپز پیشینه نبودیم. همین حالت آشپز پادشاه نظارت میکرد، گفت این آشپز کسی دیگر شده است. این آشپزی که یه وقت من میشناختم و خرسند میگشت نبود. وزیر دعوت کرد، سر همین حادثه پرسید. گفت تو به سر این آشپز بلا آوردی با 99 تنگه طلا، چقدر آشپز تغییر داده؟ که من میخوام فهمم که چه حادثه هست اینجا. بعد وزیر گفت شاهم، اکنون این آشپزی شما عضو گروه 99 شد. پادشاه گفت چه خیلی 99؟ کدام گروه؟ گفت شاهم، عضو گروه 99 همونهایی هستند که با داشته هایشان خوشبخت نه، با زیادتر داشتن میخوان. مثل اونی که بعضی از بچه ها بازیچه خودشان هست، خودشان بازیچه دارن، لیکن باز میخوان این دیگری هم کشیده گیرن. خوشبختی فقط داشتن نه بچه ها، بعضا از نداشتن هم خوشبخت شدن ممکن. من امیدوارم که شما عضو گروه 99 نه. هم خیر؟ بله. انیق؟ انیق. خب اگر این خیلی باشه بازچه های میگیریم و این هم تقسیم میکنیم. جنگ ناکرده بازی میکنیم. خب طلا یکان ای بچه ها، شیری نکنی به بها، این دم شما را ببره بر سوی شهری قیصه ها. طلا یکان ای بچه ها، شیری نکنی به بها، این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. گل غنچه ها ای کودک ها، شیری نکن خندا نکن. گل غنچه ها ای کودک ها، شیری نکن خندا نکن. بهری شما آورده یک گل زی باغی دوستان، بهری شما
دوستان